درود مخلصان گوشین جدا، درود بینندگان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه‌های ورزشی تلویزیونی ورزش. گزارش مستقیم ما از جریان رقابت پهلوانان 7 کشور از دهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو از مجموعه با شکوه ناحیه دنغره منظور شما میگردد. روز دوم رقابت ها در وزن های 81 90 100 و جمعی 100 کیلو صورت میگیرند. مخلصان هم دیروز از نیروسنجی ها بسیار حلاوت معنوی بردند و در ردیف همان پرتافت ها و جذابیت گوشین جودو خیلی هم خوشنود شدم. تیمور رحیموف در صبح با صفا اندکی به تمرین یا اشاره که در لحظه های خیلی جالب هم کارگردان این چهره رو دریافت. اطمینان داریم که با دیدن این چهره باز هم هنر پهلوانان رنگ دیگر میگیرد و جذابیت گوشین جودو رو ما امروز در میدان خواهیم دید. رقابت پهلوانان در گلیم اول در وزن تا 90 کیلو صورت میگیرد و قربان مرادوف جهانگیر این چهره پهلوان خلعت سفید داشته و کریمزاده مزمر ورزشگر خلعت کبود داشته. مزمر در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین جوانان روزهای 27 و 28 اوگوست در ناحیه رشت خیلی مهارت والا نشان داد و جای سوم را گرفت. تحت رهبری رزق‌الدین رجبوف مشق ورزی میکند. برادر یکی از پهلوانان نامور کشور ابوبکر اکابر است و حالا اکنون در روند مبارزش بسیار هم حالت خطرناک به میان آمد و خوشبختانه آن رفع گردید. قربان مرادوف جهانگیر بسیار هم جسارت خوب دارد. بسیار هم روند مبارزه در دقیقه های اول شدت دیگر گرفت. جهانگیر هم در میان همتایان خود میان جوانان در ازبکستان یک موقع علاهیده دارد. امروز هم یک دسته مکمل منتخب ازبکستان به تاجیکستان آمدند که بسیار هم رفتی مسابقه را دیروز هم جالب کردن در وزن های 60 و 66 73 و در وزن بین بانوان هم در وزن 52 57 و 63 کیلو. مزمر الان راه تلاشش را دیگر کرد. فهمید که قربان مرادوف جهانگیر این چهره کشوری همجوار ما از ازبکستان بسیار تجربهش هم خوب، استعدادش هم والا، شدا به هر دو پهلوان برای کم فعالی. اکنون مزمر در رفتی تلاشش باید از کمربند گیرد. این کار هم توانست، دفاع رو فراموش نکند. اشتباه کرد و ضرری رو از دست داد. پهلوان ازبکستانی بسیار هم تجربه و مهارت بهتر خود را نشان داده توانست. نزدیک نشد اما ببینید یک حالتی که هلوک داخله را اینجا هم رقیبش خوب استفاده کرد و صاحب وزری شد.
و زهری بکار کرده شد. ایپان بهاگذاری گردید. پهلوان ازبکستانی در دیداری اول خود غلبه را صاحب شد و مزمر در رقابت اول نتوانست که صاحب راحت مرحله بعدی گردد. بسیار ورزشگری صاحب نام با استعداد و پهلوان خیلی صاحب تجربه جهانگیر قربان مرادوف. ورزشگران دیگر به میدان دعوت می شوند. قربان مرادوف استعدادش خیلی خوب، چون در این باره گفتیم. اکنون به زیرگروه سی می گذاریم. عمر رسولوف و پهلوان ایرانی گسیم. عمر را ما میدانیم استاد ورزش جمهوری تاجیکستان و گسیم در نمود گوشتین جودو هم در ایران اندک گسیمی بله یک تجربه داشت و بعدا هم در آموزش بندهای گوشتین کورش توجهی علاهیده داشت. آهسته هم به گوشتین ملی رغبتش که امروز فدراسیون بین‌المللی گوشتینگیری هم تأسیس یافته است، دستاندار کوران این چهره ها را باز هم به گوشتین ملی جلب می سازند. مثل آنی که در تاجیکستان قبلا در سه نوع گوشتین یک ورزشگر می توانست که هنرنمایی کند. عمر از وضعیت مشکل رها یافت. دعوت کرده می شود عزیزان سیاوش، غفور و بختیار. گسیمی بخچگین ورزشگری ایران با خلعت کبود هنگامی نزدیک جفت شدن بسیار هم برای عمر رسولوف خطر ایجاد کرد و عمر از وضعیت مرکب خود را رها کرده توانست. حرکت رسولوف اکنون باز هم ببینید که گسیمی بسیار فرصت خوب داشت برای حالت نگاه داشتی به تخت پشت و زود این وضعیت رو پهلوان ما رفع کرد. مبارزه پهلوانان ادامه می‌یابد. الکی احتیاطکارانه هر دو عمل کرده ایستادند، دیدند که صورت افزایی یا حرکت تیز در اینجا خطر ایجاد کردنش از استثنا دور نیست و کارا گسیمی در این سمت باز دیگر خیلی به راه ماند. اعظم سنت الله رسولوف ها مخصوصا در شهر حصار برای رشد نمود گوشتین ملی و جودو خدمتشان راستی نمایان یا ارزنده هم هست و محمد شریف علیوف هم در این جوده برای تکمیل هنری ورزشگران و چون شرایط مساعد باز هم با این ابتدا به نورسان و جوانان و هیئت مکمل جودوی شهر حصار همیشه کمک میکنند.
یکی از زمینه، یکی از سبب‌های اساسی رشدیابی نمادهای گوشتین در شهر حصار عین زمان انا همین تشبسکاری ها هستند و ما یاد داریم زمانی که خیلی هم چهره های نامور و پهلوانان میدان های سنتی در حصار و شهر نو و ترسانزاده خیلی زیاد بودند. متاسفانه سالهای آخر و گران وزن ها در آن زمان خیلی هم شهرت اللهی در داشتن و زری آی 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 حالتی نگاه داشتی بعد تخت پشت هم فرار رسید اما گسیمی در این جریان خیلی از حالت خطر رها بسیار اینجا هم اعظم عمر رسولوف مهارت خوبی خود را منظور کرده توانست. خیلی سری وقتی بود حرکتش. آفرین. کوشش پهلوان تاجیکستان اکنون ثمر آورد. یک بار دیگر عمر امکان دارد از این فرصت بهتر که جالبتر استفاده کند. بله، چون در روند بازآموزی و کارهای بیشتر و جالبتر من فکر میکنم اینجا حرکت عمر بود. حالا بعد چند لحظه این رو باز دیگر باره خواهیم دید و گفتیم که در برگزاری و دایر کردن مشق‌های دست جمعانه کار امروزه اون چهره هایی که بسیار دلسوز و غمخوار گوشتین شهر حصارند، محمد شریف علیف و چندی از آن افرادی که برای رشد گوشتین مخصوصا ملی و جودو در شهر حصار سهم گذاری میکنند، واقعا هم امروز خدمتشان زحمتشان ثمر آورد. بسیار یک بار دیگر بیا ببینیم که گسیمی در این جریان هم در مقابل عمر رسولوف چی کار رو انجام داد و بسیار پرتافت شبهه آمیز بود و زری رو انکار کردن. این حرکت عمر بود، درست و رفتی سبقت. حالا باز هم جریان شدت دیگر میگیرد. از این چهره هایی که گفتیم هم اعظم و هم محمد شریف و هم سنت الله نهایت هم در رفتی میدان داری در 10 ثانیه آخر عمر رسولوف پهلوان ایرانی را دچار شکست کرد و زری اواسطی ایپون و همین طریق عمر از این مرحله نتیجه بهتر را مال خود کرد و به دور دیگر برآمد و با پهلوان روسیه دسته بی‌طرف میدانداری خواهد کرد. Приглашается вес 81 килограмм Азизов Фаридон Эмомов Рабони. бачабеков довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ванҷ. паҳлавононро интизор мешавад ки ба майдон оянд. олимшоев зафарро мо дар даври аввал инҷо дидан наметавонем, чунки озод аст. бо диловар мирзоев ҳамин чеҳра дар даври баъдӣ қуввоозмоӣ хоҳанд кард. шодмон ризоев ҳам дар даври аввал озод аст. зоидов мақсад ҳам дар даври аввал озод аст. паҳлавонони тоҷикистон ёқубов саидшо бо хилъати сафед аст. ин аз тоҷикистон варзишгари мо. мелекулов аз узбекистон. паҳлавони узбекистонӣ ислом ном дорад.
کبودپوشی در میدان بوده. بعد این دوری اولی رقابت های پهلوانان در وزن تا 90 کیلو انجام می‌یابد. 19 نفر مدعی امروز بله در مرحله اولی سبقت ها قرار دارند. تایاری بیند وزن 81 کیلوگرم لایقوف سنت الله سفرов فاروق. پهلوانان وزنشان تا 83 کیلو در 81 کیلو در گلیم دویم رقابت دارند. حالا هم نو وکگ اطلاع دادن سنت الله لایقوف با گلیم دیگر می رود و اینجا چهره های خیلی نمایانی گشتین جودو با سفرов فاروق این پهلوان در دوری بعدی رقابت میکند و مدعیان وزن تا 81 کیلو 31 نفرند. از همه زیادتر امروز ورزشگران در همین وزن نیرو میسنجند. در وزن های دیگر در وزن 90 19 نفر، در وزن 120 نفر و در وزن جمعی 100 نفر 17 نفر در صورت مجلس نامنوشت شدند. و حالا اکنون یعقوبوف تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشورزی میکند. نیروسنجی پهلوان تاجیک با نماینده ازبکستان چندان خوب نیست. راستی این رو هم بچه‌بکوف داوری ناحیه ونج خوب مشاهده کرد. به این ورزشگر شیدو داد و میلیکولوف قامتش پستر است اما جسارتش راستی اندک بهتر. دو کوشش این حرکت سیومی پهلوان ازبکستانی است که حالا در روند مبارزه بیشتر میخواهد به استفاده اصول سر کتف رجوع کند. این کار هم کرد، نهایت این کار هم انجام داد. از یعقوبوف امتیاز ستانید و زهر گیری پهلوان ازبکستانی اسلام میلیکولوف و رفتی تلاش اکنون اینجا یعقوبوف میتوانست که سعی چوب با فشار آوری بیشتر در پرتر زود حریف را بوقی کند. کارش تا به نقطه نهایی نرسید و باز تلاش پهلوانان از راست جریان میگیرد. پهلوانان ازبکستان دیروز حتی دخترانش هم دو بار به منبر ظفر برآمدند و با شرافت غلبه آنها در وزنهای 53 57 کیلو سرود جمهوری ازبکستان صدا داد و جانانه نماینده تاجیکستان در وزن تا 63 کیلو میانی بانوان غلبه به دست آورد. این نتایج دیروزه میانی بانوان است که یک بار دیگر یادآور شدیم. وقت شاهد قلندر و کرامت الله میرزایف این پهلوانی جوانی مکتب ذخیره های المپی رقم 6 مربیش هم برای آماده و سفربر کردن این چهره به جریان مسابقات امروز زحمت بیشتر کشیدن از امیز حقوف و باز ما چهره های دیگر را می توانیم که به شما معرفی سازیم. میلیکولوف در این دیدار غلبه به دست آورد و به مرحله 1/8 نهایی رفت. سهیل عزتوف داور درجه جمهوریوی از شهر فولاد جمهوری تاجیکستان. 7 کشور
در دهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این مسابقات عنعنوی شرکت داشتند. فیض‌الدین امیرشویف دیروز شاگردانش خوب برآمد نکردند و خصوصا حسن اسحاقوف قیافش خیلی اینجا هم از خرسندی و از نشاط این درک دادن نمیتواند. معلوم است که بسیار هم از کاری شاگردان خود قناعتمند نیست. چی باید کرد؟ تمرین بیشتر کردن لازم، توجه بیشتر برای آماده سفربری، برای تیار کردن ورزشکاران اصیل. بله همین است کار مربی، برای این فراهم آوردن شرایط دستگیری که گفتیم پهلوانان شهر حصار در روند مشغولیت و در روند سفربری آنها و جوانان دیگری که امروز هم مکمل می‌گردند در شهر دوشنبه. هر کجایی که توجه هست همانجا الکی رشدیابی باز هم خوبتر و عالیتر و نمایانتر است. جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی در رده‌بندی بهترین های دنیا اگر اشتباه نکنیم 3 سال قبل صدرنشین جدول بود، زمانی که از اوان نورسی به جوانی این مرحله را میگذشت و بعدا جهانگیر آن دستاوردهایی که داشت آنها را تکرار هم کرده نتوانست براسی در میان بزرگسالان. حتی گل دختران دانشجویان هم امروز فضای متنتن گوشتن جودو را باز هم زیباتر کردند. جهانگیر مجیدوف با همنام خود از ازبکستان قربان مرادوف جهانگیر رقابت میکند. حالا انتظاری به میدان برآمدن رقیب را دارد. قربان مرادوفی که کریمزاده مزمیر را اندک پیشتر شکست دادن همین چهره و دوباره به میدان می آید. فاصله چندان زیاد نبود، 10 دقیقه 2 رقابت دیگر پشت سر شد. از بس که 1 2 3 4 5 6 7 8 نفر پهلوان دیگری همین وزن که در دور اول آزاد بودند. فاصله خیلی کوتاه بود و بعدی انجام 2 دوری سبقت باز هم قربان مرادوف به میدان داور شد. جهانگیر ها هر دو جهانگیر در رفتی میدان داری در دقیقه اول بسیار هم رجوع کردن و قربان مرادوف وزاری فکر میکنم بدون شبهه هست. شیدو به جهانگیر مجیدوف داده شد. روسی ندانم سبب بهاگذاری نکردن این پرتافت رو. قربان مرادوف واقعا هم از میدان نه، حالا که میبینیم که پایش این دست داخل میدان حرکت بود و کمی بیرون بود، شاید به همین خاطر وزاری فکر میکنم هست. حالا بیاد ببینیم. این پرتافت از بیرون شد، حرکت از داخل بود. وزاری فکر میکنم باید باشد. بله انا این واقعا هم عدالت کامل است. چطور می شود این پرتاف رو وزاری بهاگذاری نکنیم؟ مردم سیاره توسط تلویزیون ورزش این مسابقه را تماشا میکنند و ما باید از همون عدالت کامل خود در هر منبر و در هر جای باشیم افتخارمندانه سخن گوییم. شفافیت. بله جهانگیر را می باید که کارا شدت دیگر بخشد. سفید پوش رو در نظر دارم. مجیدوف رو قربان مرادوف کاری خواسته اش رو کرد. اکنون رجوع میکند. رجوع میکند، اما باز هم خطرش خوفش در رفت سبقت زیادتر شد. سنت الله لایقوف در گلیم دیگر فرخ سفروف رو
مغلوب کردین. صدای هیاهوی مخلصان به خاطر پرتافت ورزشگر شهر دوشنبه بود. اما از مجید ما در این گلیم امیدواری های دیگر داریم. جهانگیر حالا طبع مخلصان را شاد کردن نتوانسته ایستاده است. دست را یک حرکت جهانگیر، بله اجرایش اشتباه داشت، خطا بود. باید مکملتر، صحیحتر، باز هم درستتر، با توجه بیشتر. البته همه همون بند و بست مشخصه که به طلبات قاعده های گوشین جودو برای رعایش پهلوانان باید کمر همت بندند، آنها رعایت کردند. در صورت البته فارغ موندن از یک بند الکی نتیجه دلخواه به دست نمی آید. جهانگیر کبودپوش آگاهی گرفت. جهانگیر ما به پیش می رود، کمربند را داشت. حالا امکان پذیر است این لحظه که جهانگیر نمی گذارد. همنامش پهلوان ازبکستانی نمی گذارد که جهانگیر همان دو اصول معمولی دوست داشته اش را عملی سازد. حرکت خوب بود، اما چون گفتیم که قربان مرادوف از گوشتینگیری پهلوان ما خیلی خوب واقف است. حالا هم جهانگیر به حلوکی داخله با همون اصطلاحی همیشه همکارمون کریم خان که اوچی معده نامگذاری می شود، بسیار هم جهانگیر این کار خوب آغاز کرد. شیدو به ورزشگر ازبکستانی امتیاز گرفت، اما گوشتین نمیگیرد. جهانگیر امکان دارد. در نگاه داشت فاصلت باز هم جهانگیر کمی سستی کرد، نزدیکتر می آمد و روند سبقت رو دیگر خیل براه می موند. پرداخت بسیار هم رقیب در شگفت موند. چرا از جهانگیر صدای نیست؟ انا این لحظه مخلصان را بسیار هوشیار کرد. انا این کاری دیگر از صفات و از وصف و از دستاورد و مظفریت این چهره که حرف زدیم، گوشتینگیریش بسیار نگران کننده بود و بالاخره همه گفته های پیشین ما را تقویت داد و با این حرکتش ایپان بها گذاری شد و پهلوان تاجیکستان از این مرحله بر رقابت های چهار یک نهایی رفت. بارک الله. پهلوانان دیگر حالا به میدان می آیند. چهره هایی که این عبدالرحمانوف راستی بهروز نام دارد و این کرامت الله حکیموف، این چهره به بینندگان ما تا اندازه آشنا هست. بله، در مسابقه های گوشتین ملی که نفوذ بین المللی گرفتند هنرنمایی خوب دارد. در میدان های باشکوه گوشتین سنتی و
خصوصا در سبقت 5 کرات قهرمان جهان محسن اسام‌الدینov در ناحیه رشت یکی از بهترین ها بود. پهلوان سفید پوش در میدان بوده. کرامت الله این روند مبارزه را میخواهد که باز هم جالب تر سازد. خیلی جرأت خوب کرد عبدالرحمن و بهروز. الکی ترسش، خوفش، نگرانیش زیاد شد. جوانی که راستی ما در این وزن باری اول میبینیم از کمالاتی جوانی قدم به بزرگ سالان ماند. میان پهلوانان وزنی تا 90 کیلو راستی چندان چهره شناخته نیست. کشف پدیده های نو. در دقیقه اول ترس از زیادتر بود، اکنون باز مشکل تر می شود وضعیتش فکر میکنم، چون که آمادگی خوبی جسمانی حریفش بهتر به نظر می رسد. اطلاع اکنون پیدا می شود لحظه به لحظه برای معرفی، برای باز اندکی صحیح‌تر نزدیکتر آشنایی پیدا کردن به این چهره به عبدالرحمنov که از ناحیه رودکی است و مربی تیمور سهراب عبدالرحمنov. این چهره را ما خیلی خوب و بهتر هم میدونیم. فرزند سهراب عبدالرحمنov مربی که به تیمور رحیمov تمرین میدهد و پیوسته در اکران های تلویزیونی ورزش است. و پیش دستی این چهره رو دیدیم که یک لحظه جوانتر از راستی در لحظه ثانیه سنجی هم الکی کارگردان این لحظه اگر ما رو خوب احساس کند این چهره رو میتواند که ببیند. بله سپاس. انا همین سهراب عبدالرحمنov مربی تیمور رحیمov فرزندش رو اکنون سلاله رو میخواهد در مرحله های بعدی در سالهای نزدیک باز تقویت دیگر دهد. امروز هم اولوغبک رحیمov رو ما میبینیم که در یک گوشه دیگر آمادگی میگیرد. این چهره در وزن تا 100 کیلو میدانداری خواهد کرد. تیمور رحیمov اشاره میکند همه خوب است، گاگا دستور میدهد و باز هم گوشی رو میگذارد به جایش، چون که توصیه هایش در این لحظه ها بسیار مهمند. بله و این چهره جوان است و من فکر میکنم در آینده هنرش تقویت مییابد. بله حالا هم رقابت رو نباخته است ولی به هر نوع وزاری کرامت الله تجربهش غنی است. امروز توسط برگزاری چنین مسابقه های سطحی بین المللی هنر چهره های نو تقویت می‌یابد. کرامت الله رجوع میکند برای اکنون قیافه مربی عطایی رو یک لحظه اگر ما این طرح ببینیم و خود حتی یک لحظه نمیتواند دست بازو قیافه هر حرکتی خود سهراب عبدالرحمنov اکنون از فرزند خود امیدواری های آینده رو دارد. تقویت می‌یابد هنرش و هیچ کس هم
با آن اطمینان و باوری نکند که یک جوان 17 به سن 18 قدم مانده با کرامت الله برابر سبقت کند. همه به نوبت به تدریج هنر مهارت تقویت می‌یابد و آهسته آهسته کار در این زمینه باز رنگی دیگر می‌گیرد. سعید مختار رسولов، صدرالدین نابیدов، چند تن از چهره‌های دیگر رو هم اینجا ما در این کاخ محتشم دیدیم که رقابت‌ها رو تماشا دارند. اکمل مرادوف حالا با خلعت سفید پهلوان جمهوری تاجیکستان. قادرov با خلعت کبود. اکمل در چمپیونات جمهوری تاجیکستان جای سوم را گرفت در وزن خود و به هیئت منتخب جودوی کشور شامل شد. قبلا ما می‌دیدیم که اکمل هم در مسابقه های گران پری گرند سلم شرکت فعالانه داشت و نتیجه بهترش مدال نقره قهرمانی آسیا میان جوانان است. این هم دستاورد شایسته محسوب می‌یابد و یک پرتاختش را در قهرمانی جهانی جودو در آذربایجان در فهرست بهترین پرتافت‌های جودوکاران سیاره جای دادند. این هم یک صحیفه فراموش نشونده حیاتی ورزشی این چهره به حساب می‌رود. حالا اکمل برای نزدیک شدن، برای داشتن کمربند فرصت خوب هم پیدا کرد، اما قادرov راست این چهره هم در میدان‌های با نفوذ بین المللی قدم‌های نو می‌گذارد. یک اصول معمول سر سیوجی بسیار هم در گوشتین‌های اکمل مرادوف خوب استفاده می‌گردد. اکمل آن را بسیار در سطح کسبی انجام داده می‌تواند، حرکت کرد. حالا اکنون حریفش شیدای دویم رو هم گرفت. دیگر باره فشارها را اکمل زیادتر میکند. از میدان بیرون شدن این چهره داور را هم مجبور ساخت امید رحمانوف را که سلسله شیدوهای زیاد را نشان دهد و سومین شیدو را به قادرov دادند و اکمل مرادوف در این دور غلبه به دست آورد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. درمبت از مغولستان است و بردیو مقصد از جمهوری تاجیکستان. پهلوانان دیگری که حالا به میدان می آیند. بچه بیکوف داوری درجه جمهوری بی
جوماخان این پهلوانان سابق تیمور ملیکند. جوماخان و باز هم دولت و یک چند ورزشگرانی که پهلوانان مردمی اند. اینها دستاوردهای مسابقه های سطح بین المللی را دارا نیستند، اما در میان عامه دوستداران گوشتن ملی نفوذی الهیده دارند. شاهد قلندرова در سفره ظفر جای خود را تأسف که دیروز پیدا نکرد، هرچند که مخلصان از این چهره امیدهای زیاد داشتند. دستگیری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سهم تقویت هنر این بانو خیلی زیاد بودند و مخصوصا در میدان های بانفوذی که توسط برگزاری گوشتن ملی دستند در کاران این کار خوبتر براه ماندند و تا به جایزه و مکافات های ارزنده و عالی این گل دختر را قدردانی کردند و می سازد که در روند کار او با اینقدر پاداش زحمت ها پاسخی باز هم خوبتر میداد. ما از این چهره راستی مقام اول رو انتظار بودیم. مقصد بردیوف این پهلوان تاجیکستان زاده ونج است. حالا با کاری مربیگی مشغول است. با کاری مربیگی مشغول است و اینجا هم بسیار پرتافت خوب انجام داد. بردیوف در این دیدار به آسانی غلبه کرد. راستی از مغولستان چون این ورزشگری که دو دقیقه قناعت کرده نتواند، فکر میکنم خیلی چنین چهره ها در مغولستان کمند و مخصوصا آن افرادی که به دسته یکچین جودوی مغولستان شامل باشند. شاید شماره 5 یا 7 راستی ندانم. بسیار گوشتنگیری مهمان ارجمند سوس بود. سهیلی عزتوف اکنون یعقوب جان نظیرов تاجیک تبار عضو منتخب سابق فدراسیون روسیه که حالا از دسته بی‌طرف هنرنمایی میکند در فدراسیون روسیه، این جوان تاجیک این حال کار و فعالیت میکند همچون ورزشگر در هیئت جوانان تاجیکستان و سهراب و تیمور و چندین نفران دیگر همین رفتی. محمد عیسی رجبوف دیروز رقابت را باخت، جای هفتم را گرفت در مرحله تسلا بخش. سرباز قطاری قسم حربی 54 53 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی محمد عیسی رجب و پهلوان خیلی خوب در وزن تا 73 کیلو بود، اما گوشتنگیری دیروزش بسیار نگران کننده. ملکه و تقویت هنر میخواهند. عمر رسولوف پهلوان ما با خلعت کبود است. برای نادرست داشتن به هر دو داور شیدا داد. تنها به پهلوان تاجیکستان شیدای یعقوب جان رو بیکار کردند. این چهره الان
кӯшишҳои кор дар заминро ба роҳ монда истодааст. умар пои ҳарифро албатта озод гузоштан ҳақ надорад, чунки вазъияташ вазнинтар мешавад ва тамрин дар федератсияи Россия комилон дигар аст. кӯшишҳои кор дар заминро дар ин кишвар бештар амалӣ месозанд ва умар аз ин ҳолат раҳо ёфт. Yoqubjon Nazirov, Tojikiston чунин чеҳраҳои зиёдро ба камол расонид, ки як қисми аз онҳо ки зиндагию кору пайкори худро дар федератсияи Россия ки идома медиҳанд, албатта боз ҳам аз дастаи бетараф имрӯз ин тоҷик писар ҳунарнамоӣ карда истодааст. 7 кишвар, намояндагон ё паҳлавонони 7 кишвар дар 10-умин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 2 рӯз дар ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишии ноҳияи Данғара нерӯсанҷӣ карданд. кори ташкилӣ ва баргузории ин чорабини садҳу сифат, фарҳанги мухлисӣ ва воқеан ҳам хеле шоистаи таҳсин ҳам ҳаст, ки ин ба инъикоси мо ба рафти гузориш ва боз ҳам пахши мустақими мо таъсири нек мерасонад. қариб 7 соат дирӯз мо танҳо аз як гилем мустақиман сабқатҳоро манзури тамошобинон кардем ва ҳамин шумора боз ҳам дар гилеми дигар шарҳу тавзеҳ дода шуд, ки рӯзҳои наздик ҳамаи он сабқатҳо ҳам тавассути телевизиони варзиш пахш мешаванд, ки ин бисёр иқтидори бузурги техникиву ва қувваи зиёди эҷодиро талаб мекунад. як лаҳза аст муборизаи паҳлавонон фориғ монда, аммо ягон натиҷа ҳам нест, ягон амал нест. довар маҷбур аст ки инҷо ҳам муҷозотро пеша кунад. бале, дигар бора ҳам ба Умар Расулов барои аз сари ёсин доштан бале шидод доданд. Умар ин корро аз гӯштини миллӣ барои худодат карданро бале анакунун ҳамин таврон ба таври тапонча, агар дар муошират ва гуфтугӯҳои мураббиён ҳам пистолет мегӯянд, аммо тартиби сабқат дар ҷудо роиҷ нест. Умар аз боло дошт, Умар камарбандро гирифт, Умар натавонист ки муқобили варзишгари дастаи бетараф кори хубро ҳам анҷом диҳад. сонияҳои охири вақти асосӣ ба ҳолати нигоҳдошти ба тахтапушт ҳоло Yoqubjon эътибори алоҳида медиҳад, аммо Умар ҳам нафари тасодуфӣ нест. ин корро таҳти назорати худ гирифт ва вазъро дар амалҳои партерӣ мӯътадил кард. бале, ду сония. ин вақти хеле кам аст барои имтиёзи тиллоӣ. акнун паҳлавонон мубориза мебаранд дар вақти иловагӣ. Умар ҳаққи иштибоҳ дигар надорад, бояд бештар ҳуҷум кунад, бештар роҳи дарёфти фурсати истифодаи усулҳоро пайдо созад.
ой 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 андаке беҳтар корро шурӯъ карду натавонист. ин нуқтаро фаҳмидан мумкин ки ёқубҷон таҷрибаи кор дар заминро хубтар омӯхтааст аз мактаби намунаи федератсияи Россия. бале бештар ҳуҷум мекунад ки ҳамин амалҳо дар ҳолати кор дар замин ба вуҷуд биёянд. умар баръакс мехоҳад аз рост рақобатро шурӯъ кунад. аз рост барои умар мувофиқтар аст ин вақте ҳаракатҳо аз рост мешаванд, чунки ин фарзанди кӯҳистон аст, бештар гӯштини миллии гӯштингириро ҳам омӯхтааст ва раванди корҳои 20-солаи мураббиён агар аз ин камтар ё 15-солаи мураббиён ҳаминро тақозо мекунад ки гӯштингирӣ аз рост сурат гирад. ва ҳамоно Ёқубҷон ҳам рағбаташ барои дарёфти фурсати муносиби партерӣ ё корҳои саривақтӣ, ҳамон амалҳои дар замин буда. Приглашается Елани Оздаев, Узбекистан, Убайдуллаев, Абдул-Ошин, Тоҷикистон. дақиқаи дуюми вақти иловагӣ умар акнун аз рост гӯштин гиранд. барои мардум бисёр писанд аст. бисёр умар ҳаракати хуби ғайричашмдоштро анҷом дод, аммо нақапидани дасти рости Ёқуб аз як тараф, сус будани ҷараёни ҳаракат аз дигар тараф ва сари вақт ҳамон рефлекс, ҳолати хуби эҳсос кардани ҳамон фурсат аз ҷониби Ёқубҷон хеле беҳтар буд. сабаби муваффақ нашудани Расулов ҳамин буд. Приглашается Елани Оздаев, Узбекистан, Убайдуллаев, Абдул-Ошин, Таҷикистон. умар бале ҳаракатҳояш зиёданд. фикр мекунам ки ба Ёқубҷон акнун як кӯшиши дигари Ёқубҷон. бубинед ки ҳарифро мекашад ҷониби худ ки ба замин афтад ва кор дар замин сурат гирад. аллакай бинандаи закӣ инро ҳам боз аз мо хубтар эҳсос мекунад. Назиров Ёқубҷон тоҷиктаборе ки имрӯз дастаи бетарафро муаррифӣ мекунад. ана ҳамин лаҳза ҳам довар Приготовиться. Эрданбат, Баян Хасан. шидоро боз ҳам бекор карда. Таҷикистон. Победаҷам представитель Узбекистан Елани Оздаев. бисёр ҳам ҳаракати хуб буд. фикр мекунам ки ба вазари хеле ва хеле инҷо ҳам месазад ки баҳо гузорӣ шавад. биёед як бори дигар бубинем. вазаре ҳаст, китфе ки ба канори бисёр як лаҳзаи хеле ҳаяҷоновар, як фурсати хеле баҳсбарангезро ҳам Умар Расулов ба миён овард. канори дигарро мо метавонем ҳоло аз ин лаҳза бубинем. кадри дигаре ки моро
اوی اوی وزاری خیلی هم نزدیکی به این نقطه مشخص و باز هم مکملتر میتوان در جریان نیروسنجی یک بار دیگر پرتافتی پنجمش یک حرکتی انا همین اوی وزاری هست. من فکری من است شاید اشتباه کنم یا نه. من بله عقیده خود رو فکری خود رو دیگر کردنی نیستم. بگذار کارشناسان این لحظه ها رو هم دیگر باره ببینن. هست دیگر باره ادامه سبقت رو ببینیم. بهاگذاری نشد. اشتباه کردم. فکری من است شاید موفق هم باشم اشتباه هم کنم. همچون شوره در روند تلاشه که ما از دیروز مفصلتر و باز هم وسیع‌تر هر لحظه ها رو شرح و توضیح دادیم بودن. چنین حالت هایی که ما هم بهاگذاری کردیم کارشناسان هم در امین روند و اندیشه های مشخصی ما هم تقویت خود را یافتند. بهاگذاری نشد. دقیقه 4 سبقت عمر یک بار دیگر حرکت میکند. اکنون اینجا تقویت مهارت آمادگی خیلی پیوسته جسمانی در اکثر حرکت ها در اکثر نیروسنجی هایی که ما در مسابقات سطحی با نفوذ گرند سلم و گرند پری بیشتر میدیدیم. بله این حالت ها ارزشش به همون نتایجی که بیان کردیم برابر بود. آزمایی طولانی روز دوم مسابقات 8 دقیقه هر دو پهلوان میدانداری کردند. دیدید که حق به حق دار رسید. آمادگی خوبی جسمانی آن همین است. وقتی که 8 دقیقه قوه صرف می شود عصب دست کمر پای در مجموع همه صرف می شود اون قوه لازمه و بعدا قوه باقی میماند که این بزرگ است یا کوچک از همان پهلوان استفاده میکند و موفق میگردد. پیروزی عمر مبارک باشد. Приглашается вес 81 килограмм Маджидов Абдулхад, Таджикистан, Хикматуллов Достон, Узбекистан. ظفر علمشویف قیافه‌اش را دیگر کرده است. این در سم با برنده مدال برنجی قهرمانی جهان بود. بچه بگفت داور درجه جمهوری از ناحیه ونج و حریف ظفر علمشویف دیلوور میرزویف هر دو از جمهوری تاجیکستانند. هر دو پهلوان میدانداری نکردند. ظفر علمشویف غلبه را به دیلوور میرزویف بدون مبارزه داد و میرزویف به دوری بعدی را با اعظم رسولوف اکنون رقابت خواهد کرد. شادماند ریزویف با مقصد زویدوف اکنون به میدان دعوت میگردند. شادماند را ما میدانیم که برنده مدال نقره چمپیونات آسیا میان جوانان در شهر بیروت لبنان، چمپیون چند کراته مملکت، ورزشگری نامور در
مسابقات گرانپری دوشنبه شهر هم یک استعداد والا و هنر شایسته اش را خیلی هم در سطح بلند دیدیم. نتیجه های دو سالی آخرش یک بار دیگر ثابت کرد که این چهره در سالهای نزدیک باز هم از خود یک مهارت، از خود هم یک نمایان بودنی یا نمونه بودنی کشتی جودو را ثابت می سازد. زاده شهر کولاب است. بسیار رفتی سبقتش فرق کننده است. وزاری رفتی نیروسنجیش کاملا دیگر است. زویدوف مقصد اشتباه کرد. راستی امروز میدانداری پهلوانان صفتی کشتیگیری آنها خیلی هم باز فرق میکند. وزاری اواسطی ایپون در 57 ثانیه شادمان ریزایف حریفش را مغلوب کرد و به دوری 4-1 نهایی رفت. این هر دو در دوری اول آزاد بودند. امید رحمانوف داوری درجه جمهوریوی از شهر کولاب به حیث مربی گوشین جودو در کولاب شهر فعالیت میکند. در مکتب ورزشی ملیکولوف از ازبکستان، قربانوف فریدون از جمهوری تاجیکستان حالا به میدان دعوت میشوند. پهلوانان در مرحله 1/8 نهایی رقابت را ادامه داده ایستادند و آخرین سبقت محمد حکیموف پدر کرامت الله حکیموف، این در فدراسیون پایگاه روان اسبدوانی بسیار هم با اسب‌های ذات تاجیکی و انگلیسی خیلی محبوبیت و شهرت الهیده دارد و خود ورزشکار است و امروز هم در برابر ذوق و شوق و محبت الهیده داشتن به پایگاه روان و فرزند خود را هم بیشتر به تشکل طرز حیات سالم و باز آموزش نوعی گوشین جودو تلقین میکند. پهلوان ازبکستانی اکنون به میدان برآمد. فریدون قربانوف که ملیکولوف اسلام فریدون قربانوف این پهلوانی که باید با خلعت کبود به میدان آید. حالا این چهره بله 30 ثانیه فرصت هست. 30 ثانیه اگر پهلوان به میدان نآید همچون ورزشگری ناکام یا باخته شده الکی از میدان خارج می شود یا حریفش بدون مبارزه دست بالا می گردد. بهترش همین. حالا ثانیه ها پشت سر می شوند. 30 ثانیه الکی بله پشت سر شد. از پهلوان ما خط و خبر نیست و ملیکولوف در این دیدار بدون مبارزه دست بالا شد. با شادمان ریزایوف ملیکولوف رقابت میکند در سبقت 4-1 نهایی
وزن تا 90 کیلو. بسیار هم مبارزه و تلاش پهلوانان رنگ دیگر میگیرد. جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف. رقابت پهلوانان وزنشان تا 90 کیلو در مرحله 4 یک نهایی صورت میگیرد یا پهلوانان وزنشان تا 100 کیلو. حالا وزن پهلوانان وزنشان تا 100 کیلو یا جمعی 100 کیلو با میدان میبرایند. جمعی 100 کیلو فکر میکنم. اکنون رقابت های 4 یک نهایی رو اینجا یک جا تماشا میکنیم. جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف، هر دو از جمهوری تاجیکستان. مرحله 4 یک نهایی. یک نقطه دیگر عجیب است که اینجا عطایی، من از کارگردان خواهش میکنم که این چهره رو یک بار منظوری میکند، ثانیه سنجی کرامت الله حکیموف رو، کارشناسی ایرانی رو که در گوشه در نیمه راست است. بسیار هم یک دلیل، یک فکت بسیار جالب توجه است. دریافت عطایی کاری مشکل نیست. از کنار راست کارشناسی ایرانی اینجا هم نظارت دارد. کرامت الله حکیموف را عین زمان تمرین میدهد. انا همین چهره بیان کردن که من قول میدهم که جهانگیر نه تنها با بازی های المپی را ختم میگیرد، حتی جایزه دار بازی های المپی 2024 خواهد شد. قبلا جهانگیر را تمرین میداد و بعد آنی که از این تالار فعالیت خود را باز هم در دیگر مجموعه براه ماند، کار را در آموزش و تکمیل دادن مهارت کرامت الله حکیموف ادامه داد. یعنی هر دو این چهره را آقای عطایی بسیار خوبتر میداند از ما و از شما و از تماشابینان هم دیده و خود احساس میکند که حالا روند سبقت چی نتیجه میدهد. برای همین هر دو پهلوان هم در یک چند مسابقه ها دیداری برابری را انجام داده باشند هم، اما تفاوت در به دست آوردن اندک افضلی امتیاز از جانب جهانگیر بود. این پوشیده نیست. حالا دو شیدو دارن هر دو. رفتی مبارزه یک بار دیگر تقاضا میکند جهانگیر و کرامت الله و اکنون
تلاش پهلوانی کبود پوش اکنون از قسمت بالا چون کمربند رو خواست که قپد نتوانید از سر هر دو آستین. جهانگیر هم رجوع میکند برای استفاده اصول سر کتف، موفق نشد. خیلی هیجان، خیلی احساساتی هر دو. قولی آقای عطایی آی 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 عملی می شود اکنون، نه اون زمانی که راهبری تمرین های جهانگیر مجیدوف را به ذمه داشت این سخن را گفته بود و حالا کرامت الله را تمرین می دهد. آی 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 یک حرکت دیگر و اینجا هم ادامه سبقت ورزشگران. حالتی که اینجا اشتباهی جهانگیر را یک لحظه کرامت الله بیاد یک بار دیگر ببینیم. حالا تصدیق نظر، تصدیق این نظر دقیق. برای و جهانگیر مجیدوف در این دیدار اکنون از حساب سلسله شیده های حریفش پیروزی به دست آورد. بله همین حالتی که خلعتش اینجا به سر رفتید نزدیک آمد کاری را که غیر قاعده گوشین جدا بود اینجا نشان داد و برای قطع کردن حمله و اعتراضی که داشت علاقه شیدو گرفت و سیومین شیدو از ادامه سبقت ها کرامت الله حکیموف را محروم کرد. مجید و به آخری های نیمه نهایی رفت. رقابت پهلوانان باز اینجا هم ادامه می‌یابد. اکمل مرادوف با بردیوف مقصد در مرحله چهار یک نهایی وزن تا 90 کیلو قرار دارند. شیدو با بردیو برای نادرست داشتن از سری استین. اکمل اشتراکش در مسابقه های زیادی گران پری و گران سلام چمپیونات جهان تجربهش رو هم تقویت داده است. مدال نقره بازی های قاره آسیا دستاورد شایسته پهلوان سفید پوش محسوب می‌یابد و مقصد بردیوف با این درجه با این کسبیت حالا هم نرسیده است. در میان پهلوانان گوشتین سامبو اندک معروفیت داشت چون گفتیم که حالا به حیث مربی در ناحیه ونج فعالیت میکند و در این برابر اکنون خود رو هم به مسابقه های سال 2024 تا اندازه آماده کرده است. از حالتی که مشاهده کردیم باز هم اشتباه نمود، بیرون شدن از خط معین اینجا هم مجازات دوشیدو گرفت. این از فشارهای زیادی اکمل مرادوف بسیار هم وابستگی دارد. منشأ میگیرد یا سرچشمه میگیرد گویم هم شکل درستش. بله وقتی که هر فشار آورد رقیب ضعیفتر اشتباه میکند. همین است
طرز میدانداری. باز هم خطاگی، باز هم نظرهای بله و بله. مقصد اکنون باید دقیقیت کار را خوبتر و شخصتر داند. اکمل مراد به رقابت‌های نیمه نهایی راه خود را هموار کرد. مبارک باشد و اکنون نیروسنجیش با جهانگیر مجیدوف در دور نیمه نهایی چگونه صورت میگیرد یک جای تماشا خواهیم کرد. رفتی سبقت‌ها اکنون یک بار دیگر ثابت میکند که امروزان فردی که بیشتر یک صداقت و صمیمیت به جودو دارد، به آموزشی آن دارد، به قاعده های آن دارد، واقعا هم در لحظه های می شوند که به نفع کار خاتمه می یابد، مثل آنی که ما دیدیم. رسولوف عمر و میرزویف دلاور. راستی من ندانستم در سبقت پیشینه چرا ظفر عالمشایف از رقابت دست کشید. مشخص شد بله این که در سامبو بیشتر گفتیم که خیلی هم شهرت و نفوذ الهیده داشت، برنده مدال برنجی بود و قاعده نوی فدراسیون گوشتنی جودو همه سامبوچیان از مسابقات گوشتنی جودو خارج شدند. هر یک مخصوصا در گوشتنی جودو در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر کس بر راه خود باید قدم نهد. این فکر میکنم به نفع کار خواهد بود. دسته های منتخب باز هم تقویت می‌یابند، چهره های دیگر راه پیدا می‌سازند که به هیئت منتخب جودو، سامبو و جوانان هم به همین طرز مشخص تقاضای زمان است. اگر این کار را ما سر وقت سامان ندهیم ضعفش، ضررش البته به پهلوانان خواهد رسید و پیشتر در نمودهای گوشتنی که بودن ما میبینیم. حالا همین مقصد بردیف که چون چند سال توقف داشت، حالا اینجا هم یک حرکت دیگری عمر و ضربه ها گذاری میگردد. توقف که داشت از سامبو چند سال دور بود و با این چهره اجازه دادن از ظفر عالمشایف ورزشگری فعلی، یعنی که فعالیت امروزش هم در گوشتن سامبو است، او را از میدان راندند و پیش از آغاز در لحظات دیگر در مراسم قرعه‌کشی به این سمت توجه میکردم باز هم خوبتر میشد. اکنون نظام است. کار در این زمینه باید که جدیتر و باز هم مشخصتر به راه مانده شود. عمر رسولوف کار خود رو در مرحله 4 یک نهایی آسانتر کرد چون که رقیبش راستی تجربه نه چندان غنی دارد و ضریه که عمر گرفت یک بار دیگر حالت تکرار ثابت کرد که حرکتش خیلی هم مناسب بود برای این امتیاز. بعد این سبقت جالب میان پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان است. شادمان ریزایف و ملیکولوف اسلام. فکر میکنم عمر در این مبارزه باید کاملا هنرش فرق کند. اما اینجا کار دیگر است. سنت الله رسولوف رو ما میبینیم که از فدراسیون روسیه برگشت 3 سال اخیر. این ورزشگری ناماشنای تاجیک سنت الله رسولوف در فدراسیون روسیه بود و بعد که باز هم مجمع های ورزشی، انشاءات های زیادی ورزشی که از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان
махсусан барои тарбия ва ба камол расонидани чеҳраҳои асил дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо инҷо ҳам қомат афрохта истодаанд. ин як бори дигар тақозо мекунад ки худи мураббиёни бо маҳорат соҳиби истеъдод ҷалб гарданд, кор дар ин замина шиддат ва ранги дигар гирад. бояд чунин ҳам бошад. ва дар фаъолияти мактаби варзишӣ як пешравӣ, як қадами дигар баргашти Суннатулло Расулов, мураббии Умар Расулов ба кори ҳамешагии мураббӣ аст. чунки таҷрибааш ғанӣ аст ва солҳои 2000 то 2000 агар аз ин пештар то 2006 ин чеҳра ҳам як нафари рақами як дар Тоҷикистон буд. Суннатулло Расулов, сониясанҷи Умар Расулов. имрӯз бародарашро ба ин самт боз ҳам сафарбар мекунад ва шидои сеюм паҳлавони кабудпӯшро аз натиҷаи ин давр маҳрум кард. Умар Расулов бо гирифтани як вазари ва нишон додани шидои сеюм дар ин дидор зафар ёфт ва ба марҳилаи дигар рафт, ба марҳилаи ниманиҳоӣ. акнун Расулов интизори ғолиби ҷуфти охирини марҳилаи чорякниҳоӣ аст. ду паҳлавоне ки ҳоло дар майдонанд, Шодмон Ризоев ва Ислом Меликулов. ҳар ду дар даври аввал хуб ҳунарнамоӣ карданд. Меликулов дар ду давр акнун зафар ёфт. Саидҷон Ёқубовро Меликулов дар дидори аввал мағлуб кард ва баъдан Қурбоновро, Фаридун Қурбоновро ҳам дар рақобатҳои як ҳаштниҳоӣ варзишгари кабудпӯш дучори шикаст кард. Шодмон дар даври аввал озод буд ва Мақсад Зоҳидовро дар марҳилаи як ҳаштниҳоӣ мағлуб намуд ва ба вохӯриҳои чори як ниҳоӣ омад. Шодмон акнун рафти муборизаро бубинед ки хеле шиддати дигар медиҳад. ҳар ду хуб гӯштин гирифта истоданд. дурустӣ қувваи ҳар ду ҳам баробариро нишон медиҳад дар ин 2 дақиқаи вақти анҷом ёфта. Ислом Меликулов ҳам нафари тасодуфӣ нест. инро ҳам Ислом собит кард. Шодмон як хислате дорад ки зуд мехоҳад ки ғолиб бояд. ин гоҳ-гоҳ ба рафти сабқат ба натиҷаи рақобат таъсири бад ҳам мерасонад ва таъсири нек ҳам мерасонад. ҳам ину ҳам он.
برای همین دیده و دانسته باید کار را انجام دهد. شادمانانه همین اصول دوست داشته خود را چگونه به انجام میرساند. ریزایوف نتوانست. دیگر قوه اضافه در اینجا ضرورت ندارد. دیر کرد. ببینید فاصله کمر جسم در همان لحظه کمر باید کار خود رو میان اگر گویم دقیقش کار خود رو انجام دهد که همان فرصت بسیار فرصت کوتاه است. انا این کاری دیگر رقیب را بوغی کرد و تسلیم نمود. انا این را شادمان ریزایوف میگویند. بله موی سفیدانه که از ناحیه های دوردست آمدن واقعا این لحظه هم حلاوت بردن و جالبترین سبقت را شادمان در مرحله 4-1 نهایی منظور کرد. بارک الله. Первый татами 100 килограмм приглашается Нурмаматов Шахар Мамат, Усмонов Шоуру, представитель Узбекистана. Hakimov, Karomatulov, Berdiyev, Maqsad. Qadam Shamat, Tayyorul Minat, Mirzoyev, Dilovat, Melikulov, Islom. Namoyanda Cumhuriyet O'zbekiston. اکنون همدیاران عزیز برگشت به نبرد پهلوانان تا 90 کیلو رقابت های تسلابخش اینجا پیشکش می شود و اولین پهلوانی که می بینیم در اینجا پهلوان یک تک سفید پوشیده حکیموف است که مقابل بردیوف میان همدیگر رقابت را آغاز می کنند. حکیموف کرامت الله پهلوانی بود که بر مقابل جهانگیر مجیدوف برآمد کرد و شکست از دست جهانگیر بود و بسیار حالی کار میکند. حالا برای زیر چنگال آوردن رقیب حرکتهایش خوبتر بود و مبارزه میبرد تا در این نبردها فعال باشد. اوه برای پهلو آوردن عارف تلاشایی حکیموف بود. پای در پای چند حرکت دیگر.
аз ҳарду ҷониб. рафтан ба самти дигар барои имтиёз пайдо карданд. چند نوبت دیگر بسیار هم حرکت ها میکرد. بردافتی حکیموف کرامتالله او را موفق گردانید. Mirzoyev Dilovar Melikulov, Islom. رقابت‌های تسلابش میانی پهلوانانی تا 90 کیلو ادامه دارد. اینجا میرزایف میبراید. میرزایف از کنار سفیدی و با جداگی سفید بر مقابل میکولوف پهلوانی ازبک است. میرزایف و میکولوف برای راه خط گرفتن. بحر نشان برنجی تلاش کننده. از کسی از این پهلوانان امتیاز ندارد و داور کم فعالیتی پهلوان را دید در حال برای هر دو شیدا نشان داد. سر کتف آوردن برای میکولوف امکان نداد. حالت له دادن دست برای پهلوان ما شاید امکانیت باشد. حالا کوشش ها
ولی او دست خود را مستحکم داشته است. قوا نرسید. داور رقابت را باز داشت. رؤوف حکمتوف روی نوار است. رؤوف که شاگردان زیاد تربیت کرده است. بسیار آرام طبیعت است. او با سمت شاگرد میگوید آرام باش. حالا منتظر است میکولوف. برگشتیم پهلوان ازبک و ادامه نبرد. اکنون برگشتی پهلوان ازبک برای انگیزه داده است و رقیبش را نزد خود بیشتر آورد و گریختن میرزایف شدای دویم را برای او هدیه کرد. سر کتف آوردن میکولوف. اکنون حجم دوار میشد. اینجا تابلو باز هم وقت از کار میماند و از این خاطر تماشابینان عزیز باید هر دو جانب تابلو کار نماید تا اینکه گوشتین خوبتر و بهتر برای مردم نشان داده شود. جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است در گوشتین جدا. پهلوانان از جمهوری همجوار ازبکستان، از کشورهای قزاقستان، دیروز از روسیه بود، از افغانستان، از ایران پهلوانان خوب، مغولستان برای به دست آوردن امتیازها میان همدیگر تلاش میکنند، برای به دست آوردن مقام‌های افتخاری. کار در گل نسکو است. میکولوف فولو اینجا دست بادا میشد و با قسمت های برای نشانی برنجی تلاش میکند.
tayyorligidan Rasulov Umar, Rizoyev Shomon. همدیاران عزیز اکنون برگشت با نبرد تازه اوه اکمل برای پهلو آوردن مجدوف کوشش میکند. دو پهلوانی که برای ما آشنا هستند، هر دو در وزن تا 90 کیلو. خورشید مجدوف از سمت دیگر صدا میکند و جهانگیر باشد برای افتادن اکمل حرکت دارد. اولین بار برای اکمل مرادوف شیدو نشان میدهند. جهانگیر مجدوف بار دیگر اکمل را زانو می افتاند، ولی اکمل هم گشتنش خوب است. خورشید مجدوف پیوسته جای خود را در جای نشستگاه وصل می کند و برای برادر مخلصی می کند. قول برادر در برم باشی یک سرودی خوب است و البته برای برادر مخلصی کردن برادر رو برای یک امتیاز مؤثر میکند. امین دستگیری برادر خورشید بود که حالا مجدوف اکنون انگیزه گرفته با یک وزری قناعت نکرده رقیب رو در حالت استحکامی قرار میدهد. اکمل مرادوف اگر 10 ثانیه زیر چنگال جهانگیر ماند پس باخت میکند. این ورزش است و هر کسی که پرقوت و پرزور است و موفق می شود. و قسمت نیمه نهایی می رود جهانگیر مجدوف. فینالی می رود. من معذرت میخوام. این حالت های تکرار است که مجدوف بر مقابل حریفش. حالا جفتی جدید با میدان می براید. ریزایوف پهلوان جداگی کبود پوشیده بر مقابل رسولوف عمر از سلاله رسولوف. ریزایوف را باشد فرخ صابروف با میدان می آورد. بله این قسمت های نیم نهایی است. حالا اولین حرکت های رسولوف بر مقابل ریزایوف نتیجه نداده است.
رضایف برمیگردد و برای خود مقصد میگذارد تا در مقابل رسولوف گشتینی خوب گیرد. رضایف یک نوبت برای سمت دیگر آوردن رسولوف حرکت کرد و این حرکت حالا نتیجه نداده است. این پرتاب از جانب رضایف قریب که پهلو رسولوف لحظه بود برای زیر چنگال آوردن رضایف تلاش کرد، ولی رضایف نارضا است از این اصول، میخواهد که خود حرکت کند. اکنون نبرد میانی شادمان رضایف و عمر رسولوف اولین شیدا را برای رسولوف آورده است. حالتی داشته و با پخشت آوردن است. اشتباه عمر رسولوف او را عکس العمل یعنی ضد عمل شادمان را شاد گردانید. آفرین. و شادمان شادیانه با قسمت فینالی می رود و عمر رسولوف برای نشان برنجی تلاش می کند. حالا دوباره از این پرتاب دیدن می کنیم که چگونه شادمان شاد گردید. همین حالت کمر داشتن که شادمانه که دائما در کمر داشتن پر قوت و قوی است. او مثل عقابی تیز چنگال حریف را زمین آورد و حتی فرصتی حرکت نداد. برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 90 کیلو جفتی اول میبرایند. کرامتالله حکیموف بر مقابل عمر رسولوف. سر کتف رسولوف عمر کرامتالله حکیموف رو پهلوان آورد. حالا کرامتالله حکیموف پهلوان قد بلند خوب است، اما رسولوف هم گشتونی خوب میگیرد. کرامتالله حکیموف برای حالتی از سایکا می آوردن عمر رسولوف را پهلو افتادنی بود، ولی امکان نداد برای او. جا عمر رسولوف با واسطه خود به سمت دیگر پرتافت
кароматло Акимов кард, вале бенатиҷа буд. ин ду паҳлавони бо ҳам ошно ҳастанд ва хуб гӯштин ҳам мегиранд. умар расулов пайваста сари китфро ба кор бурдани аст. чарх мезанад умар расулов барои ҳолати асайкоми дарёфт кардани рақиб, вале кароматло Акимов бисёр чусту чолок аст. Приготовиться. Гелани, Аздаев, Узбекистан, Мажидов, Абдулхад, Таджикистан. Акимов сар ворид мекард таи дасти Расулов ва Расулов умар бошад. аз ин ҳолат дарҳо худро замин бор андохт барои монеа гардидани воридшавии сари рақиб. ин ҳолат ба ҳар ду хатар дорад. ин вазари ва суди умар Расулов ҳолати асайкоми мехоҳад дорад. пойро раҳо мекунад ва Акимовро зери панҷа қарор медиҳад умар Расулов. 10 сония кофӣ асту дар ин ҷо ӯ зафар ёбад. Приготовиться. Решительная ситуация. Гелани, Аздаев, Узбекистан, Мажидов, Абдулхад, Таджикистан. Olimpiyat nasibi Rasulov Umar bolalarning qavatlangan joyi Sayum Yugoshaycha Melikulov Islom Isadil O'zbekiston Nurul Akmal Vali Gülara Ravshan ve Kuray İmanihoy. Kuray Matulov O'zbekiston, Loyqas Matulov O'zbekiston. барои нишони дуюми биринҷӣ Акмал Муродов бар муқобили Мекулови ӯзбек куштин мегирад. Приготовиться. Усмонов Шорух Акмал Муродов чанг барои дарёфт кардани камарбанди рақиб аст. ҳоло Акмал Муродовро бубинед. инҷо барои ҳаракатҳои хуб Акмал Муродов наздик меравад ва рақиб ё аз чанголи Акмал Муродов мегурезад. бояд шидои аввалро барои Мейкулов нишон диҳанд.
пайваста Акмал Муродов барои баровардани рақиб аз канори майдон ҳаракат мекунад. این بار دوم است که شده برای میکولوف نشان میده داور مرکز. برآمدن است در تمیشی دوی سیوم خاصی حاکم برای میکلوف و اکمل مراد مقامی سیوم رو کسب میکند. اکنون ما توجه میکنیم به رقابت وزن تا 90 کیلوگرم. مخلصان هم خیلی زیادن. خوب بعد از چند لحظه اکنون رقابت نهایی وزن تن 90 کیلوگرم شروع می شود. دو پهلوان تاجیکستانی جهانگیر مجیدوف و شادمان رضایف برای نشان طلای وزن 90 کیلوگرم مبارزه میبرند. فرخ صابرов در پهلوی شادمان رضایف است. او را به میدان میآورد. جهانگیر مجیدوف باشد به آهستگی اندر میدان میشود. امروز هر دو هم واقعا از آغاز هنرشان ارزنده بود. خوب، داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان صاحب قربانوف این رقابت را حکمی میکند. جهانگیر مجیدوف سفید پوش است، شادمان رضایف باشد با جداگی کبود رقابت ها را آغاز کردند. البته مجیدوف هم از دور اول چون آزاد بود رقابت ها را در مرحله دوم شروع کرده بود بر مقابل پهلوان ازبکستانی جلالالدین قربان مرادوف و پیروز گردید. خوب شدای اول با شادمان رضایف داده می شود. در مرحله دوم رقابت ها را گفتیم بر مقابل پهلوان ازبکستان شروع کرد جهانگیر مجیدوف و بعداً کرامت‌الله حکیموف را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی باشد با نماینده دیگری تاجیکستان اکمل مرادوف روبرو شد و او را هم از صدرای خود بیرون کرد و به مرحله نهایی آمد. شادمان رضایف باشد او نیز در مرحله اول آزاد بود. رقابت ها را از دور دوم بر مقابل مقصد زایدوف شروع کرد. بعدا اسلام ملیقولوف ازبکستانی را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی باشد عمر رسولوف را از صدرای خود بیرون کرد پهلوان تاجیکستانی را و این هم خورشید مجیدوف است برادر جهانگیر مجیدوف که هم توصیه میدهد هم دستگیری میکند برادر خود را و اینجا شیدو هم بگیرد جهانگیر. اکنون از جهت مجازات هر دو برابر میشوند. تنها اینجا متوجه میشویم که امتیاز را کی اولی شده صاحب میشود. شادمان رضایف از پس گریبان داشته است
حریف رو نزدیک میکند. البته شادمان رضایف وزن 81 کیلوگرم است، وزنی که او هنر نمایی میکند، اما جهانگیر مجید و در وزن 90 کیلوگرم هنر نمایی میکند. اینجا به خاطر برآمدن از روی گلیم شیدا به جهانگیر دانه و باز شیدا پس گرفته میشد، اما به شادمان رضایف به خاطر اجباراً از روی گلیم برآوردن جهانگیر مجیدوف شیدا به شادمان رضایف داده می شود. اکنون شادمان باید هرچی بیشتر تلاش کند برای خاطر آنه که او علاقه دو شیدا دارد. در وزن 90 کیلوگرم امروز واقعا هم رقابت ها پرشدت صورت گرفتند و ساری زانو نشست جهانگیر مجیدوف. پرتافت هم کرد اما پرتافتش امتیاز آور نگردید. همین حالت با طرف راست پرتافت کرد، نزدیک بود برای به دست آوردن امتیاز. برای شادمان رضایف البته مشکل است بر مقابل جهانگیر مجیدوف هنرنمایی کردن، چون جهانگیر در وزن خود گشتین میگیرد اما شادمان باشد در وزن 81 کیلوگرم است. خب توصیه های فرخ صابرов البته برای شادمان رضایف اینجا، ولی تجربه ای که جهانگیر مجیدوف دارد برای او امکانات بیشتر را فراهم می‌آورد. البته شادمان هم و اینجا جهانگیر میخواست با سر کیف پرتاف کند اما شادمان ضد حمله را به کار برد. این حالت را یک بار دیگر توجه میکنیم. و شیدای سوم به خاطر کمفعالی به شادمان رضایف. اما کنون جهانگیر مجیدوف خوب همین طور جهانگیر روی خود را برای به دست آوردن نشان طلا هموار کرد و به نشان طلا رسید. این حرکت های پیوسته که از جانب جهانگیر مجیدوف بود بالاخره به آن آورده رساند که کمفعالی در حرکت های شادمان رضایف دیده شود و این هم احترام است به رقیب. سپاس و تشکر. حالا ورزشگران موفق وزنی تا 90 کیلو امروز هم شهامت و زیبایی هر یک سبقت با خود فلسفه غنی داشت. در وزنهایی که دیروز در رقابت‌هایی که امروز دایر گردیدند ما شاهد بهترین لحظات از میان پهلوانان ابرمند 7 کشوری مقام سوم را عمر رسولوف و اکمل مرادوف هر دو از جمهوری تاجیکستان по дасту آوردند. Третье место в этой категории занимает Расулов Умар и Муродов Акмал из Таджикистана. برنده مقام دومی این وزن شادمان رضایف گردید. Второе место в этой категории занимает Шодмон Ризоев, Республика Таджикистан. جهانگیر مجیدوف
عضو منتخب جودوی کشور برنده مدالی طلا شد و یک پیروزی فرزند برآمد Таджикистан. И встречаем нового победителя Джахонгир Маджидов, Республика Таджикистан. همچنین و ورزشگران از جانب فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان تحفه و مکافات پولی به مبلغی که معین گفتیم و جایزه داران زینه سیوم 11500 سومانی و برنده مدال طلا 16500 سومانی و برنده مقام اول مدال طلای این مسابقات 27500 سومانی تقدیم می‌کردند. و از این شهامت و از این شکوه و نصرتی کشتی جودا ما در این کاخ محتشم بهره‌ور گردیدیم و حالا با صداقت و احترام خاصه از جای برمیخیزیم و سرود ملی جمهوری تاجیکستان و پرچم رنگین تاجیکستان همین انداز است. Звучит гимн Республики Таджикистан.